تا حالا فکر کردین چرا این همه هوش مصنوعی به رایگان در اختیار من و شما قرار گرفته؟ هیچ کمپانی بزرگی دلش به حال من و شما نمیسوزه که میلیاردها دلار هزینه سرور و نگهداریش کنه که من و شما رایگان از امکاناتش استفاده کنیم. دلیل اول، ما کاربر نیستیم، ما کارگر آموزش دهنده شونیم. هوش مصنوعی برای دقیق شدن به یه چیزی نیاز داره به اسم بازخورد انسانی. این هوش مصنوعی برای اینکه مثل ما انسان‌ها فکر کنن نیاز دارن میلیاردها بار توسط ما اصلاح بشن. حالا فکر کنید اگه می‌خواستن کارمند استخدام کنن یه هزینه هنگفتی باید میدادن، ولی رایگان عرضه کردن که 8 میلیارد آدم اون کاری که میخوان انجام بدن. هدف دومشون ایجاد وابستگی برگشت ناپذیره. وقتی ماشین حساب اومد توانایی محاسبات ذهنی ضعیف شد. وقتی جی پی اس اومد پیدا کردن مسیرها و مسیریابی برای آدما خیلی سخت شد. حالا هوش مصنوعی اومده که توانایی فکر کردن و استدلال رو از ما بگیره. هدف دارکیه. فکر کن 5 سال دیگه نمیتونی ایمیل بنویسی، نه یک کد بزنی و همه چیز وابسته به هوش مصنوعی میشه. انسانی که توانایی فکر مستقل نداشته باشه نمیتونه نقد کنه، نه شورش کنه و نمیتونه خارج از چارچوب سیستم فکر کنه. خیلی منطقیه. تا دیروز برای دونستن حقیقت بعد 10 تا سایت رو چک می‌کردی تا مطمئن بشی، ولی الان فقط از هوش مصنوعی می‌پرسی. به میگن اهلی کردن انسان‌ها، تبدیل انسان متفکر به مصرف کننده. حالا چرا اینقدر سریع؟ تو اقتصاد دیجیتال نفر اول برنده است. هدفشون اینه که قبل از اینکه رقبا شکل بگیرن و دولت‌ها قوانین سختگیرانه بذارن کل بازار رو به دست بگیرن. خلاص ما الان تو دوران محصلیم، دارن مواد مخدر رو رایگان بهمون میدن، قبضش بعداً صادر میشه.